به شما میرندگان عزیز. دانیال هستم با سری برنامه‌های گام بعدی در خدمت شما عزیزان هستم با همراه خواهر لویز عزیز. خواهر لویز خیلی خوش آمدید. ممنون که تشریف آوردید و باعث افتخار برای من در کنار شما این خدمت رو انجام بدم. دو طرف است عزیز. ای سلام در خدمت بینندگان بفرمایید. ممنونم دانیال جان، هم خدمت شما هم خدمت بینندگان عزیز سلام گرم دارم. خوشحالم در خدمتتون هستم. آرزوی من اینه که حقیقتا بتونیم توجه شما رو داشته باشیم در طول برنامه و موضوعی رو که صحبت میکنیم درباره‌اش باعث برکت، باعث بنا و باعث تسلی باشه برای شما. عزیزید، امروز بذارید از شما در این قسمت بشنویم که در مورد چه چیزی میخوایم صحبت بکنیم. جنبه‌های روح القدس. بله، جنبه‌های روح القدس. یکی دیگه از جنبه‌های روح القدس رو که روح آزادی و روح شادی باشه. این برای مورد می‌خوایم بی‌صبرانه منتظریم که ممنون. بله، وقتی روح آزادی رو میشنویم اصلا همین خودش کلی انرژی میده به ما. ما در دوم قرنتیان 3:17 میخونیم که میگه هر جا روح خداست آنجا آزادی است. این دیگه یکی از اون آیات طلایی رسالات پولسه. سرود داره اصلا. بله و چقدر میشنویم این رو. بله که روح خدا روح آزادیه. خب ما میدونیم که روح القدس با پدر پسر یک هستن. اینها هر سه در هماهنگی با همدیگه عمل میکنن. این به این معناست که هیچ کدوم جدا از دیگری عمل نمیکنه. این یک اصل به اصطلاح مطلق چیز تثلیث هست که اینها یک هستن و هیچ کدوم جدا عمل نمیکنن. این آیه یعنی که میگه که هر جا روح خداست آنجا آزادی است، یعنی این که این آیه خدا روحه. بنابراین کار روح القدس در اتحاد با کار پدر و پسر که عیسی باشه در واقع یک همکاری زیبایی هست که با همدیگه انجام میدن. این روح القدس کسیه که در واقع آنچه رو که هر چی رو که خدا در مسیح به ما داده اینا رو میکنه واقعیت امروز زندگی ما. ما یه سری گفته ها داریم، اندرس ها داریم، آیات هست. این آیات رو میکنه واقعیت زندگی ما. گفتم یکی از کاراش اینه که بفهمیم و اونو زندگی کنیم. اینجاست که کار روح القدس در واقع میشیم شریک باهاش. و در ضمن میگه که ما شریک طبیعت الهی او شدیم. از طریق روح القدس ما شریک طبیعت الهی خدا شدیم. یوحنا 8:36 میگه پس اگر پسر شما را آزاد کند در حقیقت آزاد خواهید بود. یک واقعیت رو داره میگه. تبصره نداره. تنها شرطش اینه که پسر ما را آزاد کنه. ما داریم میگیم روح خدا روح آزادیه. پس داریم باز تایید میکنیم پدر، پسر، روح القدس با هم در هماهنگی کار میکنن. ما چون آزادیم روح ما رو قوت میده که روزانه هر روز در این آزادی قدم برداریم. آزادی که خدا توسط مسیح برای ما فراهم کرده. در این آزادی ما زندگی کنیم. آزادی ما در مسیح با نجات ما شروع میشه. به محض اینکه ما ایمان میاریم در واقع در خانواده الهی متولد میشیم، با نجات شروع میکنیم، بعد به ابدیت ختم میکنیم. و اگر در طول این راه وفادارانه البته قدم بزنیم باهاش و بخوایم که هر روز خداوند ما باشه. ما از این که میگم روزانه ما رو آزاد میکنه اینه تقاضای شریعت، اون چیزایی که شریعت، مذهب، جسم از ما میطلبه، ما در واقع از اینها آزاد میشیم. و یا اینکه از اون تلاش‌های بیهوده خودمون برای آزادی آزاد میشیم و برای عدالت شخصی، یعنی میخوایم عدالت رو با اعمال شخصی به دست بیاریم، باز از اینا آزاد میشیم. یعنی از چنگ شریعت و مذهب و از دست خودمون ما رو آزاد میکنه. حقیقتا آزادی که درش ما میتونیم شکوفا بشیم. آزادی از محکومیت، چون محکومیتی دیگه در ما نیست. در رومیان میگه که دیگه چیزای کهنه درگذشت، اینا که همه چیز تازه شده. بنابراین از گناه، از محکومیت و از مرگ ابدی ما آزاد میشیم، وارد حیات ابدی میشیم. ما آزادی از چنگ شریر در مقابل وسوسه‌ها، چون که نمیخواد به این آسونی به قول معروف دست از ما بکشه، کماکان وسوسه‌هاش، تلاشاش هست. آزادی از چنگ شریر، آزادی از خودمون
و اینکه ما هم شکل مسیح بشیم. وقتی از این چیزا آزاد میشیم، روح القدس کمکمون میکنه ما هم شکل مسیح بشیم. آزادی برای قوت، برای شجاعت، برای محبت، برای یه زندگی مقدس و زندگی که پرثمر باشه. در واقع ما رو به این طرف سوق میده. زندگی در آزادی در روح القدس. در واقع وقتی ما که در مس روح القدس زندگی میکنیم، ما یک آزادی رو در درون تجربه میکنیم. یه چیز بیرونی نیست، یک تغییر و تحول درونیه و اینطوری دیگه راحت تر میتونیم در روح وارد بشیم. این در واقع آزادی روح رو تجربه میکنیم. در حقیقت اینطور میتونم بگم که روح القدس ما رو به حقیقت و به آزادی هدایت میکنه، چون میگه حقیقت رو خواهید شناخت و حقیقت شما رو آزاد میکنه. این دوتا با همه، این دوتا با هم هستن، به قول ما میگیم لازم و ملزوم هم دیگه هستن. بنابراین ما رو هدایت میکنیم. ما میدونیم الان اگر بخوایم تعریف حقیقت رو بکنیم، به اندازه افراد دنیا ما میتونیم تعاریف مختلف از حقیقت داشته باشیم، برای اینکه امروزه حقیقت نسبی شده، در حالی که کلام خدا، حقیقت خدا مطلقه، همینه، تغییری درش نیست، نسبی نیست، مطابق روز نمیره، مطابق تجربه انسان نیست. ما حقیقتی که امروزه داریم میگیم نسبیه، برای اینکه بر اساس تجارب خودمون میایم حقیقت رو تعریف میکنیم. اون چی من تجربه کردم این میشه حقیقت من، در حالی که حقیقت مطلقه، حقیقت نسبی نیست. کلام خدا میگه که حقیقت شخصه، میگه که حق رو خواهی شناخت و حق شما رو آزاد میکنه. ما در مکاشفه باز میبینیم سواری رو اسم میبره، میگه روی رانش اونجا نوشته حق، حقیقت رو نوشته. اسمش رو ران چیز رو اسب که سواره رو اسب سفید، یه تمثیلی حق. حقیقت شخصه، حقیقت چیز نیست، مفهوم نیست، حقیقت شخصه و اون شخص روح القدسه، تثلیث اقدس. اینها شخص هستن. در مسیح خدا هر آزادی رو که ما احتیاج داشتیم که خداگونه زندگی کنیم به ما داده و روح القدس هر کمکی رو که این وسط لازم باشه برای این طور زندگی داده که ما آزادی خودمون رو باور کنیم. میگه کلامو میخونیم میفهمیم. این فهم باید ما رو در باوری قرار بده که بتونیم اون رو زندگی کنیم. اون باور، اون فهم، اون چیز در واقع آزادیه. آزادی هست. آزادی رو باور کنیم و مطابق اون عمل بکنیم. خیلی از ضعف‌های شخصیتی ما، رفتاری ما، روابطی ما با این باور که ما در مسیح آزاد هستیم و روح خدا ما رو آزاد کرده، تمام این ضعف‌های شخصیتی، این دیوارا میریزن، پایین میاد و ما یه آزادی رو تجربه میکنیم که حقیقتاً میتونیم بگیم رهاییه، اسارت توش نیست، رهایی کامله و بالاتر از هر چیزی که اینو خوب میتونیم ما تجربه بکنیم. یه چیزی که خیلی برای ما قابل لمس یه واقعیت میشه، آزادی از خودمونه. از خودمون ما آزاد میشیم. میگه هر جا روح خداست آنجا آزادیه. ما در سالهای نیمه قرن 18 1800 تو اون سالهای نیمش یک شخصیتی به اسم فردریک فیبر اینطور میگه که آزاد شدن از حقارت، آزاد شدن از خودپسندی و حسادت مخفی، حسادت درون، از شرم و ننگ خودش، حقیقتا میگه این آزادیه. داره همین مطلب کار آزاد کننده این حقیقت رو، حقیقت در وجود خودش آزاد کننده هست. این حقیقت آزادیه برای ما. وقتی ما از آزادی صحبت میکنیم، منظور ما این نیست که مثلا هرج و مرج و بیبند و باری و که حالا آزاد شدیم تموم شد هر کاری دلم میخواد میکنم. من یادمه تازه که انقلاب شده بود، به هر کی هر ایرادی میگم انقلاب کردیم که این نشه. فکر کردیم که انقلاب یک آزادی رو آورده که مصادف هست با بیبند و باری و بیقانونی. اگر قانون رو میگفتی تخلف کردی، چرا قرمز رو رد کردی، باید جریمه بشی. انقلاب کردیم که این کارا رو نکن، انقلاب کردیم پول آب و برق ندیم. همچین چیزی نیست. این
مطلقاً اون مفهوم آزادی نیست که اینجا ما داریم مطرح میکنیم. بی‌بندوباری نیست. مخصوصا پولس در رساله غلاطیان باب 5 رسما اینو میگه که زیرا شما به آزادی که خوانده شدید رفتار بکنید. زنار میگه آزادی خودتون رو صرف جسم نکنید. ما گاهی وقتا این فکر میکنیم که آزادی جسمانیه. میگه آزادی خودتون رو صرف جسم نکنید. مخصوصا باز در رساله افسوسیان که از نظر من شاهکار رسالات پولس هست، باب 4 آیه 1 اینو میگه به آن خواندگی که خوانده شدید، به اون مقام، به اون اسمی که خوانده شدید مطابق اون رفتار کنید. اگر ما اینجا برچسب یک مسیحی رو داریم، به عنوان فرزند خدا داریم ما عمل میکنیم، باید بدونیم که مسئولیت بزرگی داریم، چون برای اینکه یه دعوتی شده از ما، به یک خواندگی ما خوانده شدیم، مطابق اون باید رفتار بکنیم. مثل یک سفیر یک کشور. دقیقاً نماینده درست باید باشیم. بله، بس این آزادی که ما در روح داریم یک آزادی درونیه. از همه اسارت‌های گذشته مفهوم این نیست که ما آزاد شدیم تموم شد حالا هر کاری دلمون میخواد میتونیم بکنیم. این نیست حقیقتش. اگر این تصویر رو داریم، من باید بگم که تصویر غلطی هستش. این روح آزادی در واقع حقیقتی هست که در ما میاد ساکن میشه، چشم ما به اون هویت جدید باز میشه. من نوعی میگم من کی هستم، سوالی که از خودم میپرسم و برمیگردم میگم من فرزند خدا هستم، اسم پدر آسمانی بر منه، مسیح منو زیر پوشش گرفته، من زیر پوشش خون مسیح هستم. چون باز در این رسالات افسوسیان این کلمه در مسیح خیلی تکرار میشه. بیشترین جایی که کلمه در مسیح هست در رساله افسوسیان است. یعنی میخواد بگه خودتون رو بشناسید، هویت خودتون رو بدونید، هویت تنها ندارید. الان که آزاد شدید شما در مسیح هستید. مثل دستکشی که میپوشه ما رو، مثل یه چیزی که در لای یه چیزی میذاریم، هر چه در مسیح هست شامل ما هم هست. میشه گفت تقریبا ما ملبس شدیم، پوشیده شدیم. بله. باید این آزادی رو خار نشمریم و در مسیر درست همونطور که شما گفتید حرکت کنیم. بله. اگه موافق باشید خواهر لوئیس شما می استراحتی کنید، بیننده های ما یک استراحتی بکنن. میریم یه استراحت کوتاه میکنیم، خیلی زود برمیگردیم با مبحث روح القدس و شفا و آزادی. در خدمت شما عزیزان هستیم، با ما همراه باشید. خیلی خوش آمدین عزیزان به برنامه گام بعدی. داشتیم در رابطه با جنبه‌های روح القدس صحبت می‌کردیم با خواهر لوئیس در رابطه با روح آزادی. فکر کنم خواهر لوئیس در این قسمت که برگشته می‌خوایم در رابطه با روح شادی صحبت. بله. یکی دیگه از جنبه‌های دیگه روح القدس که روح خوشی هستش. کلمه خوشی رو به کار میبره و یکی از ثمره نهگانه روح میگه محبت، خوشی. دومیش خوشی هستش، اسم میبره. این ثمره نهگانه روح هست. زمانی اتفاق میفته وقتی که روح خدا در ایمانداران ساکن میشه. ما وقتی ایمان میاریم، نجات پیدا میکنیم، روح القدس میاد در ما ساکن میشه و این جنبه‌های مختلف رو در واقع واقعیت زندگی میکنه برای ما. این ثمره حاصل کار شخصیت سازی روح القدس. در ما یک شخصیت جدید، در اون تولد تازه وقتی قرار میگیریم، در ما شخصیت ما رو میسازه، شکل میده، فرم میده اونطوری که باید باشه. کار شخصیت سازی روح القدس ثمرش در واقع خوشی هستش. ما میبینیم که خوشی یک عکس‌العمل طبیعی ماست نسبت به کار خدا. وقتی یه خبری میشنویم یا یه چیزی در خودمون اتفاق میفته یا شاهد یک رهایی یک چیزی هستیم، یه شادی، یه خوشی خاصی اتفاق میفته که میبینیم عکس‌العمل ما هست نسبت به کار خدا. چه اون چیزی که وعده داده شده یا اون که چیزی که
وعدهش در اینه که به انجام خواهد رسید، باز میبینیم که یه خوشی، یک امیدی هست اونجا در این که یه چیزی انجام شد، یه شادی و فکر میکنیم اگه برای این اتفاق افتاد پس برای منم میشه. یک امیدی، یک شادی، یه چیزی میاد ما رو پر میکنه. پس خوشی در واقع اون بیان کننده ملکوت خداست، اون تأثیرات کارهای خدا بر زمینه. رومیان 14:17 میگه که ملکوت خدا عدالت، سلامتی و خوشی در روح القدس است. این یعنی معنی ملکوت خدا. ما هر جور بیایم این پادشاهی خدا رو تعریف بکنیم، این سه رکن اصلی ملکوت خدا هست. میگه در روح القدس، عدالت، سلامتی و خوشی در روح القدس. کلمه یونانی خوشی کلمه، یا نمیدونم درست تلفظ میکنم اینو یا نه، یا باید خارا باشه یا کارا، برای اینکه با CH هستش. حالا در هر حال که از کلمه خاریس یا کریس میاد که کلمه‌ایه که برای فیض استفاده میشه، انگلیسی بهش میگن گریس. این کلمه فیضه و فیض ما میدونیم که این یک هدیه است. فیض هدیه خداست در واقع. اون نمایش خوشی در روح در واقع چیزی که فیض در ما انجام میدیم یه چیزیه که از فیض نشأت گرفته که باز روح القدسه. نمایش این خوشی در روح به چندین و چند صورته. یه خوشیش اینه که چون ما رها میشیم، به اون رهایی، اون آزادی در واقع، وقتی خدا یه کسی رو آزاد میکنه یه خوشی حاصل میشه. ما حنا مادر سموئیل رو میبینیم که وقتی که دعا میکنه و خیالش راحت میشه خدا شنیده دعاشو، از اون نیش زبون جاری نه هوو میگن فننه، این میومد نیش زبون میزد هر سال که میرفتن برای قربانی برای معبد، این بیچاره رو میجزون. وقتی که دعا میکنه ما میبینیم میگه کلام خدا میگه که او از اون تلخی دیگه آزاد میشه، از اون چی، از نیش زبان دشمنا آزاد میشه. یا ما اون عکس العمل اون دخترک رو میبینیم که دخترک کنیز در اعمال رسولان میخونیم، میبینیم وقتی فرشته خدا پتروس رو آزاد میکنه میاد در میزنه، اینا دارن برای آزادیش دعا میکنن که خدا درای زندان رو باز میکنه. این دخترک انقدر ذوق زده میشه از شادی، از ذوق اصلا در رو باز نمیکنه که اینم میزنه از شدت شوق. این عکس العمل این میبینیم شادیه. و یا مثلا خوشی حاصل از نجات. من و شما یادمون میاد وقتی که ایمان آوردیم چه شادی. یک چیزی که خیلی مشترکه و اغلب میبینم هست، 2-3 تا چیزه. یک چیز شایع اینه که یه جوری سبک شدم، آزاد شدم. یا شما گفتید که دیدتون عوض شد، دیگه همه رو زیبا دیدید، همه چیز اصلا دید به چیزای دقیق. یک شادی هست اونجا، یه خوشی هست. پس این خوشی حاصل از نجات در واقع بالاترین شادیه که وقتی که خدا میخواد ما رو نجات بده و این ابدیت رو با ما صرف کنه. این تصور که من الان دیگه وارد یک ابدیتی قرار گرفتم که همیشه با خدا صرف میکنم. این یه شادی عظیمه. و باز وقتی که مسیح با شاگردان صحبت میکنه، با مردم صحبت میکنه، برمیگرده در لوقا 15 اینو میگه بابت هر کس که نجات پیدا میکنه، میگه شادی عظیمی در آسمان رخ میده. یعنی شادی که از آسمانه در واقع به ما وارد میشه، چون اینطوریه، با هم در ارتباط هستن. شادی عظیمی رخ میده، ما احساس شادی میکنیم، همینطور در آسمان فرشتگان شادی میکنن با ما، پدر شادی میکنه. در کتاب اعمال رسولان باب 8 ما میخونیم، میبینیم که میگه که وقتی که مردم سامره با پیغام انجیل روبرو شدن، میگه که از خوشی پر شدن. و وقتی که پیام انجیل رو شنیدن، مخصوصا در اثر شفاهایی که اونجا صورت گرفت، یعنی هم از نجات، پیام انجیل، هم شفاهایی که صورت گرفت، میگه از شادی عظیم میگه پر شدن، خوشی پر شدن. ما باز در کتاب اعمال رسولان بابهای 13 و 15 اینطور میخونیم، میگه که ایمانداران یهودی از خوشی پر شدن وقتی که کار روح القدس رو در میان امتها دیدن. این فکر که فقط برای ما نیست، برای غیر یهودیا، برای امت ها هست، برای من و شما هست. این خودش یک شادی زیادی رو این شادی نیستش که از این دنیا باشه. بله، شادی کاملا شادیه که از روح القدسه و درونه. یه چیز لحظه‌ای بیرون نیست ما بگیم میریم فلان جشن و نمیدونم یه خورده میرقصیم و میخونیم و از این حرفا، یه شادی لحظه‌ای اینطور نیست. یا اینکه حالا
چیزی رو بخوریم و بنوشیم و اینا شادی رخ بده، این نیست. این از درونه. همونطور که گفتید واقعا از روح القدس هستش. ما یه شادی دیگه داریم که از بلوغ روحانی حاصل میشه. ما وقتی که پرثمری خودمون رو میبینیم، اون رشد تدریجی خودمون رو میبینیم که چطور در خداوند رشد کردیم، الان مفاهیمی رو میفهمیم، الان زبان خدا رو یاد گرفتیم، به قول معروف در پرستش، در چیز پرثمری خودمون رو میبینیم. ما میفهمیم وقتی که وعده های خدا برای ما بلی و آمینه، به قول معروف، یعنی هست، به واقعیت اتفاق میفته، یک به اصطلاح شادی از روح القدس در ما ایجاد میشه که شادی ناشی از بلوغ روحانی است. یه درک خاصی که در رابطه به مرور در ما ایجاد میشه. شادی دیگه ای که هست، این شادی حضور خداست. اصلا میریم در دعا، میریم باش به قول معروف مشارکت داشته باشیم، این خودش یه شادی میاره که اینجا روح القدسه که ما رو به سوی خدا میکشونه. در واقع اون ارتباط رو برقرار میکنه، از طریق روح اتفاق میفته. میگه در حضور خدا ما خوشی واقعی رو تجربه میکنیم. بدون روح القدس کلام خدا میگه نمیشه خدا رو جستجو کرد. درسته؟ وقتی که با روح القدس همکاری میکنیم و هستیم در این رابطه در حضور خدا، حقیقتا شادی عظیم میاد. داوود او سالها قبل از مسیح برگشت چی گفت؟ که به حضور تو کمال خوشی است و در دست راست تو لذت ها تا ابدالآباد. این خیلی آیه‌ایه که در عهد جدید خیلی مصداق داره، ولی داوود خیلی جلوتر این رو در روح تجربه کرده. اولا میگه به حضور تو کمال خوشی است. ما گفتیم یه خوشیه که حاصل از حضور خداست. و دوم میگه در دست راست تو لذت هاست. ما در عهد جدید میبینیم وقتی میگه که این قربانی به اصطلاح کامل، مسیح به عنوان قربانی اعظم، کاهن اعظم به قربان قربانی کامل این اومد و کار فدیه رو انجام داد، کفاره گناهان ما انجام شد. وقتی که صعود میکنه میگه که به دست راست پدر میشینه. و چی میگه؟ میگه در دست راست، یعنی در مسیح، همون چیزی که پولس رسول در افسوسیان اشاره میکنه، میگه که لذت هاست تا ابدالآباد. ما باز در متی باب 2 همینطور لوقا 1 ما خوشی اون شبانان، چوپانان رو میبینیم وقتی که فرشته خدا برمیگرده به اینا میگه که امانوئل، خدا با ما، اون فرزندی که منتظرش بودید متولد شده. بعد میان اینا عیسی رو در قنداقه پیدا میکنن. اون شادی میبینیم که یک عکس العمل طبیعی نسبت به شادی که از این چیزا رخ میده. به عنوان انسان ما نسبت به این فیض یا این هدیه خدا یه عکس العمل طبیعی در واقع نشون میدیم. ما یه خوشی داریم به خاطر فیض عظیم خدا نسبت به ما. شما در مورد چیز اشاره کردی، گفتی یه شادیه که از درونه، شادی بیرونی نیست، جسمی نیست. این خوشی در واقع یه تصمیم و یک انتخابه. به نوعی میخوام بگم که شاید ارادیه، برای اینکه ما تصمیم میگیریم که به حضور خدا بریم. ما تصمیم میگیریم که به وعده های خدا به اصطلاح آمین بگیم آره درسته. تصمیم میگیریم که کار خدا رو ارزش بدیم در ما. پس این شادی در نتیجه یک انتخاب و تصمیم حاصل میشه وقتی که ما نسبت به دعوت روح القدس پاسخ مثبت میدیم. در واقع او چشمانمون نسبت به فیضی که دور و بر ما هست باز میکنه و ما رو از خوشی پر میکنه. ما خوشی الان که میگیم در این دنیای صعود کرده، حقیقتا خوشی اصل، اون چیزی که از درونه کم پیدا میشه، ولی در مشارکت با خدا ما میتونیم این خوشی رو کامل تجربه بکنیم. این تجربه شادی و خوشی خیلی عمیقه و ارزش داره. در واقع در یه دنیایی که خوشی واقعی، فقدان خوشی واقعی رو داره تجربه میکنه، به انواع و اقسام مختلف داره نشون میده، داره داد میزنه کمک، داریم میبینیم که خوشی نیست اونجا. در واقع این رو برای ما فراهم میکنه که در این شرایط در واقع ما به اصطلاح شادی رو تجربه بکنیم. در واقع تلاش که خودمون بخوایم تلاشی بکنیم حقیقتا بیهوده است، برای اینکه روح القدس اینو انجام میده. چون که اگه خودمون تلاش کنیم این شادی زود گذر میشه و سطحی میشه، جسمی میشه. همونطوری که بین شادی و خوشی یک فرق حقیقتشو بخواید، یکی هست که شادی یک احساسه
و هدف خدا هم هیچ وقت این نبوده که ما تو احساسات خودمون دائما مشغول باشیم. گرچه خوبه احساسات، من نمیخوام اینو نفی کنم، ولی هدف خدا این نیست که دائم تو اون مشغول باشیم، بلکه ما کتاب جامعه اینو میگه که در زیر آسمان وقتی برای شادی، وقتی برای ماتم و وقتی برای این و اون و اون رو میبینیم. شادی رو یه زمان بهش میده، ولی خوشی یه چیز دائمیه، یه چیزیه که ادامه داره. در واقع خوشی یک خوشی واقعی پر کردن خلای درونه که با یه رابطه نزدیک و صمیمی با کسی که حقیقتا خوشی اصله در ما ایجاد میشه. مرسی لویز جان، واقعا باعث برکت بود برای خود من. امیدوارم که برای شما عزیزانم باعث برکت بوده باشه. میخوام که آخر این جلسه رو با دعا تموم کنیم. دعا کنیم که کسایی که این قسمت از برنامه رو دیدن، خداوندا به نام مسیح اونها رو تو لمس کن. خوشی که از اعلی علین هست بر اونها بریز. شاید در این دنیایی که سقوط کرده، در این فشار زندگانی که هست، تک تک عزیزان دارن خداوندا ناامید، خسته خداوندا، ولی اون شادی تو بر اونها بریزه، با چشمان تو خداوندا ببینن، بنگرن خداوندا که تو خدای قادر مطلق و نیکو هستی. آمین. خدا به شما عزیزان برکت بده. دعا میکنم شادی و آرامش خدا بر شما عزیزان باشه. بدرود.